به خیلی خوش آمدین. بفرمایید. خیلی ممنون. حالا احوال شما چطوری؟ خدا رو شکر، به مرحمت شما خوبم، الحمدلله. این روزا حرف و نقل که میخوای به سفر حج بری، درسته؟ خبراش زود پخش میشه. بله، میخوام به سفر حج مشرف، البته اگه خدا بخواد. عالی، خدا رو شکر. ما رو از دعا فراموش نکنید. البته ما محتاج دعاییم، ولی چشم، حتما. خب از دست من چه کمکی برمیاد؟ راستش میدونین که رفتن به سفر حج مدت زیادی طول میکشه. از طرفی من زن و فرزندی ندارم که بخوام حجره رو به اونا بسپارم. برای همین از شما خواستم اینجا تشریف بیارین، چون هم شغل هستیم. اگه خواستی جنسای منو بخری، هم شما استفاده ببری، هم مشکل من حل بشه. بله اشکالی نداره، خیلی هم خوبه. اتفاقا من قصد داشتم همین روزا برم به شهرهای اطراف و برای حجرم جنس بخرم. خدا رو شکر که پارچه های تو هم بسیار مرغوبه. حرفی ندارم، من حاضرم. خدا شما از برادری کم نکنه. بالاخره هم کار من را میفته، هم مشکل شما حل میشه. جنسا را آماده کن، فردا شاگردمو میفرستم تا جنسا را ببره، پولشم نقد میدم که برای سفرت هیچ مشکلی نداشته باشی. خدا رو شکر، خدا عوضتون بده. دست شما درد نکنه. انشالله خدا قسمت شما. خب دیگه انشالله سفر خوبی در پیش داشته باشی و به سلامتی بری و برگردی. انشالله. خدا حافظ. سلام عرض میکنم آقا. من اوستا قادر بزاز فرستاده برای بردن پارچه ها. سلام پسرم. بینم که تو هم مثل اوستاد هم سرخیزی هم خوشقو. هر کی با اوستا قادر کار کنه همینه آقا. خیلی خوب پسرم، از همون جلو شروع کن تا من این چند تا بسترم آماده کنم. باشه چشم آقا. الان بیا مواظب باش. سلام، صبح شما بخیر. به سلام دوست عزیز و خوشقول. تموم شد؟ همینه؟ بله تموم شد. پس با اجازتون بریم داخل حجره تا من امانتی شما رو تقدیم کنم. بفرمایید. اینا همه زر سرخه. شاید ارزش جنسای شما بیشتر باشه، ولی من بیشتر از این نتونستم تهیه کنم. نه خیلی هم خوبه. من واقعا نمیدونم چطور محبت شما رو جبران کنم. خدا جبران کنه انشالله. دیروز که گفتم فقط من از دعای خیرت فراموش نکن. حتما چرا که نه. حلالم کن. از شیر مادرم حلالتر. به سلامت. خوش اومدید. تموم شد؟ بله اوستا، همه رو بستم. تموم شد. تموم. پس بیافت بریم. باشه بریم اوستا، بریم. خدا رو شکر که همه کارا به خوبی میگذره. باید یه مقدار از این پول برای خرج سفر بردارم، بقیه‌شو پیش قاضی امانت بذارم که وقتی برگشتم ازش بگیرم.
شنیدم مرد مطمئن و امانت. همینجا باید باشه. بله، با کی کار داری؟ بفرمایید. من با جناب قاضی یک کار خصوصی دارم، اجازه میفرمایید؟ جناب قاضی خیلی گرفتارن، ولی شما بفرمایید داخل. یا الله یا الله، با اجازه. سلام علیکم. سلام، بفرمایید. کاری دارین که اومدین اینجا؟ ای قاضی امین، من قصد سفر حج دارم و چون کسی رو ندارم و راه هم بسیار پرخطره، میخوام تمام داراییمو که 1000 دینار زر سرخه و در این کوزه گذاشتم خدمت شما به امانت بذارم، چون شنیدم در تمام این شهر کسی به امانتداری و بزرگواری و کرم شما وجود نداره. ای بابا، مردم زیادی تعریف میکنن. خدا رو شکر که کار خیلی از دستم برمیاد برای این خلق خدا. من این کوزه رو پیش شما امانت میذارم. اگه برگشتم که هیچ، اگرم برنگشتم شما اونو در راه خیر به مصرف برسونید تا لااقل از برکت این مال دعای خیری برای ما بمونه. انشالله که به سلامت میری و برمیگردی و زیارتت هم قبول حق میشه. میدونین چیه؟ ولی چون ممکنه گاهی شیطون به سراغ آدم بیاد، لطفا داخل کوزه رو به من نشون نده. این کلید اتاق بغلیه. برو داخل اتاق، گنجایی اونجا هست. خودت کوزه رو هر جا که میخوای پنهان کن و دوباره در رو قفل کن و کلیدو وردار بیار. بعدم که از سفر اومدی برو از همون جایی که امانتی تو گذاشتی امانتی تو وردار. دعای خیر ما هم یادت نره. خدا عوضت بده. عجب آدم بزرگواریه. بفرمایید. دست شما در عجب روزگاری شد. خلاصه هر چی گفتم پول منو نداد که نداد. سلام برادر. سلام، بفرمایید. نون شیرمالایی که چنده؟ 1 سکه سیاه. بفرمایید. یه داغ شما. اینم شیرمال گرم. دست شما در. خوش اومد. خب حالا میگه چیکار کنیم؟ نمی‌دونم. بخور نوش جان. خدا خیرت. سلام بر شما.
سلام بهلول. بیا این چند سکه رو بگیر. من بدون کار از کسی مزد نمیگیرم. میدونم من تو رو خوب میشناسم بهلول. پس حتما دلیلی داری. بله عازم سفر حج هستم و میخوام به خونه خدا مشرف بشم. مبارکه، انشالله که دلتم با خودت ببری و جا نذاری. امان از دستت بهلول. من تمام زندگیمو فروختم و پولشو پیش قاضی شهر و امانت گذاشتم. این چند سکرم تو در راه خدا به فقرا بده که منو دعا کنم. خداوند قادر مطلقه و سرنوشت همه ما به دستمونه. دعا کردن کار بسیار خوبیه، ولی ما باید قبل از انجام هر کاری خوب فکر و تحقیق کنیم تا اشتباه نکنیم. تو کار درست انجام میده، منم دعا میکنم. مخلوط این دوتا چیز خوبی میشه. راست میگی. اگه فکر درست بکنیم هیچ وقت به مشکل بر نمیخوریم، مگه نه؟ خدا همیشه به ما کمک میکنه. تمام نشانه ها را به ما نشون میده و تمام راه ها را جلوی پای ما میگذاره. اون به ما اختیارم داده و در نهایت این ما هستیم که باید تصمیم بگیریم و امان از این اختیاری که خدا به ما داده. گاه ما رو به اون میرسونه و گاهی دیگه چنان از اون دور میشیم که برگشتمون نیز بدون کمک اون غیر ممکنه. ولی به هر حال اون همیشه رحمان و رحیمه. واقعا راست میگی بهلول. ما همیشه وقتی اشتباه میکنیم به یاد خدا میافتیم. خدایا خودت به ما کمک کن. خب جناب بهلول، من دیگه باید برم. با اجازه. خدا به همراهت. خدا حافظ شما. به سلامت. خدا رو شکر که بالاخره به سلامت به شهر خودم برگشتم. حالا بهتر هرچه زودتر برم خونه قاضی. به من بیچاره کمک کن. بیا برادر بیا. خدا عوضت بده. خدا خیرت بده. سلام بر قاضی بزرگ امانتدار شهر. سلام. من بالاخره از سفر برگشتم. ببینم مگه شما سفرم رفته بودی؟ حتما یادش رفته. اینقدر سر شلوغه که یادش نمیاد. من پارسال خدمت شما رسیدم و یک کوزه که تمام داراییم در اون بود خدمت شما و امانت گذاشتم. به اون نشونی که گفتین داخل کوزه رو به من نشون نده و کلید اتاق مجاورم به من دادین تا کوزه رو اونجا پنهان کنم.